گوش کنید به صدای استوره‌ای که ضبط کننده آن شرکت کیهانی ناسا اسپیس ابزرواتوریز است. صدای این به چه مانند است؟ فقط مانند صدای کوبیدن در است. عجایبش در آن است که در این باره در کتاب قرآن گفته شده است که نام آن الطریق است. دنیای طریق معنای کسی که در را کوبیده ایستاده است، زدن چیزی که صدا برآورد. الله در قرآن گفته است: والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب. ناسا برای شنیدن صدای این استوره تکنولوژی نوی عصر 21 را استفاده برد. با این صدا شما آزادانه میتوانید شنوید که کسی چیزی را میزند یا چیزی را میکوبد. چقدر پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم این را 1400 سال پیش میدانست، در حالی که در آن زمان تکنولوژی نوی پیشرفته نبود. حقیقت روشن است. قرآن کلمه های سازنده است و الله سازنده همه چیز است و پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم آخرین پیامبر است.